چاقی را ما از آنجا میشناسیم که هر کسی که پرخوری کند یعنی علت چاقی است. دیگر به هیچ لوایای پیچیده و پنهان و جنبه‌ها و زمینه‌ها وجود آن آدم نمیپردازیم. وقتی شما در این جوامع مدرن نگاه میکنید یک نوع مسابقه است و هر کسی میخواهد دیگری جلو بزند. هیچ چیز دیگری معنا ندارد جز خودمحوری. وقتی شما در این مسیر نمیتوانید مقابله کنید در آن نقطه میمانید و بعد به فکر چه میافتید. اگر بتوانید به مواد مخدر روی میآورید، اگر نتوانید به غذا رو میآورید. بعد هم رستوران‌هایی وجود دارد که فریوسه به شما غذا را میدهند. حالا این غذا را جوری درست کردن که مغز شما آن را میطلبد و چیزی نیست جز تمامیش از شکر تشکیل شده. این دنیای مدرن کاری کرده که وقتی نتوانی بجنگی و تو را در آنجا منزوی میکند و تنها و احساس خالی بودن و خسته بودن میکنی. اضطراب و افسردگی به سراغت میآید.